شریک برنامه ما هستند شرکت داروسازی صاف سودا. اگر شما خود را فربه یا خراب کردن خواهید و یا موی سر شما میریزد و یا در بدن خود سفید شوی را احساس میکنید، پس به شرکت صاف سودا مراجعت کنید. سلام علیکم پادپیشچیکانی کانال مهراب پرو. تقدیم شماست بخش آوازه و حقیقت. حبیب نورمگامدوف ورزشکار مشهور جهان، رمزکار معروف داغستانی که در تاجیکستان نیز هواداران زیاد دارد، شب 24 اکتبر در محاربه با جاستین گیج او را شکست داده بار سوم عنوان قهرمانی را در سازمان UFC حفظ کرد. محاربه نورمگامدوف و گیج در ابوظبی امارات متحده عرب برگزار گردید. حبیب نورمگامدوف در قسم دوم بازی حریفش را با اصول مخصوص نفسگیر کرد و با این غلبه رکوردی نو گذاشت. او تا این دم در نمود محاربه های بدون قاعده 29 سبقت گذرانده در همه آنها پیروز گردیده است. حبیب نورمگامدوف بعد از انجام سبقت گفت به کریر ورزشیش خاتمه می دهد و UFC را ترک می کند، چون به گفتهش نمی تواند بدون پدرش راه را ادامه دهد. غیر از این مادرش او را نگذاشته است که من بعد به این نمود ورزش مشغول شود. و به گفت حبیب هنگامی که به او جاستین گیج را برای سبقت پیشنهاد کردند، مادرش زید برآمده است. اما حبیب نورمگامدوف دوام 3 روز مادرش را راضی کنانده است و وعده داده است که این آخرین سبقت او در UFC می باشد و بعد از این او به کریر خود در MMA نقطه خواهد گذاشت. عبدالمناب نورمگامدوف پدر نورمگامدوف تابستان امسال در پی گرفتاری به کووید 19 جان باخت که این به حبیب تأثیر بزرگی گذاشت. بینندگان و پادپیشچیکان کانال مهراب پرو، شما هم محاربه این دو رمزکار را تماشا کردید و مخلصی کی هستید؟ بیشتر اندیشه های خود را در کامنتاریا ها نویسید. خیر تا برنامه های دیگر.